سلام دوستان عزیز، به کانال اکومدیا خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم درباره یکی از جنجالی ترین موضوعات این روزها صحبت کنیم، یعنی قانون جذب. واقعا میشه با فکر کردن چیزایی رو که میخواین جذب کنیم یا این فقط یک داستان زیباست؟ با ما همراه باشید تا در این ویدیو این موضوع رو بررسی کنیم. اول از همه بذارید ببینیم قانون جذب اصلاً چی میگه. ایده‌اش خیلی ساده است. هر چی که بهش فکر کنی جذب میکنی. اگه فکرای مثبت توی ذهنت باشه، چیزای خوب میاد سراغت. اگه فکرای منفی توی ذهنت باشه، بدبختی میاد دنبالت. برای مثال، اگه به پولدار شدن یا یک عشق ایدئال فکر میکنی، سرانجام اون رو پیدا میکنی. ولی اگه دائما نگران بدبختی و شکست باشی، توی باطلاقی از مشکلات غرق میشی. خیلیا که طرفدار این قانون هستن کلی داستان موفقیت تعریف میکنن. مثلا یکی میگه همیشه آرزوی یک خونه خفن داشته و یه روز دقیقاً همون خونه رو پیدا کرده. یکی دیگه میگه همیشه توی مشکلات مالی بوده ولی از وقتی که به پول فکر کرده زندگیش زیر و رو شده. ولی بیاید منطقی باشیم. آیا اینها واقعاً نتیجه قانون جذب بوده یا یک سری تصمیمات درست و شاید هم شانس؟ طرفدار قانون جذب میگن که افکار ما انرژی تولید میکنه و میتونه دنیا رو تغییر بده. اما علم چی میگه؟ تحقیقات نشون داده که مثبت اندیشی میتونه رفتار و انگیزمون رو بهتر کنه. مثلا وقتی باور داری میتونی به یه هدف بزرگ برسی، مغزت شروع میکنه به پیدا کردن راه حل های متفاوت. اینجاست که میگن باور کن تا اتفاق بیفته. تحقیقات روانشناسی ثابت کرده که وقتی به خودت امیدواری میدی، تصمیمات بهتری میگیری. یعنی این قدرت مغزته که کار میکنه، نه انرژی جادویی. یک پدیده علمی وجود داره به اسم توجه انتخابی. یعنی اگه به یک چیز خاص فکر کنی، مغزت شروع میکنه که همون رو توی دنیای اطرافت بیشتر ببینه. مثلا اگه دنبال یک ماشین خاص هستی، ناگهان همه جا همون ماشین رو میبینی. ولی این جذب نیست. این فقط دقت مغزته که بالا رفته. حالا بیایید عمیق‌تر بهش نگاه کنیم. فرض کن دنبال یک شغل جدیدی. وقتی مرتباً بهش فکر میکنی، شروع میکنی فرصت‌ها رو بیشتر دیدن و به خودت انگیزه میدی که رزومه بفرستی و با آدمای مرتبط با اون شغل جدید ارتباط برقرار کنی. این یعنی تو داشتی ناخودآگاه خودتو به سمت اون هدف حرکت میدادی. بعضیا هم میگن قانون جذب به فیزیک کوانتوم ربط داره. به افکار ما میتونن انرژی های تولید کنن که دنیا رو تغییر میده. ولی واقعیت اینه که اینها بیشتر سوء تفاهمی از علم کوانتومه. تا الان هیچ مدرک علمی ثابت نکرده که افکار ما میتونن مستقیما چیزی رو جذب کنن. اگه به علم کوانتوم علاقه دارید، بذارید به طور ساده بهتون بگم. فیزیک کوانتوم به ذرات خیلی کوچیک توی جهان نگاه میکنه. اما اینکه افکار ما بتونه این ذرات رو جابجا کنه فقط یک داستان قشنگه. بیایید کمی به عقب برگردیم و ببینیم این مفهوم یعنی قانون جذب از کجا آمده. ایده های مشابه قانون جذب ریشه در فلسفه های باستانی و مذهبی دارند. در هند مفهومی به اسم کارما وجود داره که میگه هر کاری انجام بدی نتیجهش به خودت برمیگرده. توی دین مسیحیت هم گفته میشه آن چیزی را که بکاری همون رو درو میکنی. اما ایده مدرن قانون جذب از قرن 20 شروع میشه، وقتی کتاب علم ثروتمند شدن منتشر شد. بعد از اون کتاب‌ها و فیلم‌های مختلف مثل راز این مفهوم رو معروف‌تر کردن. هرچند ایده اصلی همیشه یه چیز بوده. به چیزی که میخوای فکر کن تا به دستش بیاری. حالا که فهمیدیم قانون جذب هیچ پشتوانه علمی نداره، اما به نظر شما چرا مردم اینقدر به دنبال قانون جذب هستن و به اون ایمان دارن؟ دلیل اول نیاز به امیده.
توی این دنیا که پر از استرس و چالشه، قانون جذب یک کورسوی امید میشه. اینکه فکر کنی با یه سری تجسم و فکر مثبت میتونی مشکلاتت رو حل کنی خیلی انگیزه بخشه. خیلیا توی زندگیشون دنبال یک راه ساده‌ان. قانون جذب بهشون میگه فقط فکر کن و منتظر باش. این خودش یک تسکین روانیه. علت دوم توجه انتخابیه. وقتی به یه چیزی زیاد فکر کنی، مغزت ناخودآگاه شروع میکنه نشونه های اون رو پیدا کردن. این باعث میشه فکر کنی قانون جذب داره جواب میده، ولی در واقع مغزت داره تو رو بازی میده. دلیل سوم داستان‌های الهام بخش. شنیدن داستان آدمایی که میگن من با قانون جذب موفق شدم خیلی تاثیرگذاره. ولی یادت باشه این جور داستان‌ها معمولاً پشت پرده‌های مهمی مثل تلاش و سخت‌کوشی رو نشون نمیدن. خیلی‌ها که مخالف قانون جذب هستن میگن این فقط یک فریب روانیه. اونا به چند دلیل این قانون رو نقد میکنن. اولین دلیل نداشتن پشتوانه علمیه. همونطور که گفتیم هیچ مدرک علمی دقیقی وجود نداره که بگه فکر کردن به تنهایی میتونه دنیای بیرون رو تغییر بده. دلیل دوم ایجاد توقعات غیر واقعیه. بعضیا فکر میکنن فقط با تصور کردن میتونن همه مشکلاتشون رو حل کنن. این میتونه باعث بشه که وقتی نتیجه نمیگیرن به شدت ناامید بشن. دلیل سوم سوء استفاده مالیه. کلی کتاب، دوره و فیلم در مورد قانون جذب فروخته میشه که بیشترشون اطلاعات تکراری دارن. این باعث میشه مردم فکر کنن باید پول زیادی خرج کنن تا راز موفقیت رو بفهمن. اگه بخوایم خودمونی بگیم به نظرم قانون جذب میتونه یک ابزار انگیزشی باشه، ولی نباید همه چیز رو به اون ربط داد. اگه ازش برای مثبت فکر کردن و تجسم اهداف استفاده کنی میتونه کمک کننده باشه، ولی اگه بخوای فقط بشینی و صبر کنی که دنیا برات معجزه کنه، خب باید بگم که بهتر منتظر نباشی. یادت باشه فکر کردن به تنهایی کافی نیست. تلاش، برنامه‌ریزی و پشتکار چیزهایی هستن که موفقیت واقعی رو میسازن. خب دوستان، رسیدیم به آخر این ویدیو. قانون جذب یه ابزار خوب برای ایجاد انگیزه است، ولی یادتون نره که تلاش و حرکت از هر چیزی مهمتره. حالا شما بگید تا حالا چیزی رو با قانون جذب به دست آوردید؟ فکر میکنید این قانون واقعیه یا فقط یک حقه است؟ نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید. کانال کمدیا رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. ممنون از همراهی شما.